بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. برادرای محترم و خواهرای عزیزی که صدای ما را میشنوند، ما و شما در درس‌های قبلی در عقیده در توحید الوهیت دو تقسیم کردیم که توحید الوهیت یکی توحید عبادت است و دیگهش توحید تشریع و تقنین است. در توحید عبادت باز تقسیم کردیم که عبادت ها تقریبا 4 قسم است. چند قسم است عبادت ها؟ 4 قسم است. یکی عبادت های قلبی هست که او را من تشریح کردم در درس های قبلی. دومش عبادت های زبانی هست و سومش عبادت های بدنی هست و چهارمش عبادت های مالی هست. خب حال میرسه نوبت حال رسیدگی هفته میرسه و عبادت های توحید در عبادات زبانی. شاید یک کسی شما را از شما پرسان بکنه یا شما دلتانی که بگه خب عبادت زبانی مثلا یک نفر ذکر میکنه یا خود زیادتر در مسائل احکام میایه. نه وقتی که عبادت گفته شد مستقیما تعلق میگیره به چی؟ به عقیده. پس وقتی که یک کلمه را ما در زبان میگیم، در زبان خود یک لفظ میگیم، خوب دقیق باشین. وقتی که یک لفظ ادا میکنیم آیا این به عقیده ما تعلق داره یا نداره؟ 100% با عقیده ما تعلق داره. چه قسم مثلا ما و شما صحبتی من همین درس نوشته میکردم، بازی بخیر در باب دعا میایه. مثلا کلمه یا، ما میگیم یا الله، یک کس میگه یا محمد، یک کس میگه یا علی، یک کس میگه یا پیر، یک کس میگه یا لات، یک کس میگه یا بگوان. اینمی کلمات وقتی که استعمال میشه، این از نگاه عقیده امی کلمه یا چی معنا میته؟ ببینید ما و شما عبادت های چی رو میخوانیم؟ زبانی ده. یا خوب در این قسمت دقیق باشین. عرب ها از این خاطر تقریبا عبادت های زبانی چندین تاست. اولش دعا هست. چی است؟ دعا. مثلا دعا را میگن که به معنای طلب یا ندا یا صدا هست. دعا به معنای چی است؟ طلب یا ندا یا صدا. پس آل امی کلمه دعا را که ما شما به معنای طلب یا ندا این چیز که میگیریم، امی کلمه یا در اینجا از نگاه نحوی که ما در صنف میخواندیم، عقیده اسلامی به زبان عربی بسیار ارتباط داره. کلمه عربی را وقتی که ما تو نفهمیم مشکل بر ما پیدا میشه. وقتی که میگیم خودت به اینجا، شما به نامت مصطفی. خوب متوجه باشید درس عملی در صنف تطور که بشینی درس تاثیر نمیکنه. باید عملا کار بکنیم تا عقیده عملی یاد بگیریم. و احساساتی در مسائل عقیدتی احساساتی بحث نکنیم. کسایی که احساساتی بحث میکنن دلش اختیارش ما که کس جنجال نداریم، او میفهمه عقیدش، لکن با اساس تحقیق. در زبان عربی نامتون چی گفتیم؟ مصطفی. این حالا مثلا من میگم مصطفی اینجا استاد است، در زبان عربی ما گپ میزنم یا مصطفی کیف حالک؟ چطور هستی؟ How are you? Fine. خب این حاله وقتی که من میگم یا مصطفی سیز نه؟ مصطفی حاضر است نیست؟ چی است؟ نام تو چی است؟ بیا زبیح الله جان. مثلا زبیح الله است و این مصطفی است. یا ذبیح در زبان عربی مثلا وقتی که عربا گپ میزنن یا ذبیح الله، من چی گفتم برش؟ کلمه چی استعمال کردم؟ یا ذبیح الله هذا مصطفى، این مصطفی است. یا مصطفی هذا ذبیح الله. من اینو برای اردوشان با یکی دیگه چی کردم؟ معرفی کردم.
خب میشه برش بگی که واریو فاین چطور هستی خوب هستی صحتون خوب هستی. خب پس سعی کنیم بعد از زبان عربی یا را برای مصطفی هم استعمال کردم، یا را برای کی استعمال کردم؟ مشرک شدم؟ نشدم. چرا؟ با عقیده ارتباط داره؟ نه. چرا؟ به خاطر ازی که وقتی من از یا استعمال کردم فعلا مصطفی همه جا حاضر است. وقتی گفتم ذبیح الله رو برش یا استعمال کردم، ذبیح الله چی است؟ حاضر. پس در زبان عربی همیشه استعمال میکنن که ما مثل که ما و شما در فارسی میگیم او دکتر صاحب سلام علیکم. چی گفتم؟ او دکتر صاحب. اون دکتر صاحب ندا کردم، پس دکتر صاحب اونجا است. استاد فیصل، او استاد فیصل السلام علیکم. صحیح شد نه؟ پس ما او میگیم، در زبان عربی چی میگیم؟ یا استاد کیف حالک. اینه. پس اینجا این در زبان عربی قاعده هست. خب حالا از نگاه لفظی خیاب عقیده چه قسم تعلق میگیره؟ یکی مراودی هم پس میگه اینمی قسم که تو در زندگی روزمره‌ت یا را به یک انسان استعمال میکنی که اینجا هست. خب مثلا اردویتان برین در اتاق دیگه در مسجد داخل شوید، جایی برین که صدای مرا نشنوین. خب حالا اگر یک کس از اینجا رفت و حالا من صدا کنم یا ذبیح الله یا مصطفی، بگی یا مصطفی و یا ذبیح الله اهلا وسهلا، من همین رو میخواستم. صحیح نه؟ پس شما صدای مرا شنیدین نه؟ پس آمدین برای من چی گفتین؟ یعنی تقاضای مرا کردین. حالا شما از دروازه دیگه برین بیخی از این مسجد بیخی برای برین. خب حالا من یک مرتبه صدا کردم که یا مصطفی او مصطفی یا ذبیح الله او ذبیح الله. این ندا شد بر قریب. چی شد؟ قریب. او دیگه ندای چی شد؟ بعید، دور بود نه؟ صدا کردم که یا ذبیح الله یا مصطفی. صحیح نه؟ حالا مثلا پیش ما کل ما و شما فهمیدیم که ذبیح الله و مصطفی در جایی رفتن که فعلا در مجلس ما حضور ندارن و صدای ما را نمیشنن. حالا اگه من صدا کنم بر بگم که او ذبیح الله یا مصطفی، ما وشی رسی بیاد دیوانه. نه؟ پس اگر وقتی که بفهمم که یک کس صدای مرا نمیشنوه، پس ناقی صدا کرده میریم کل تا مرا میگه دیوانه است. ها؟ این مسئله میده مسئله عقیده. من میگم که یا الله، صحیح نه؟ یا الله سر من رحم کن، یا الله مرا ببخش، یا الله گناهکار هستم. عقیده دارم که الله سبحانه و تعالی با علمش، با قدرتش، با توانایی که داره برای من از شارع گردن کده چی است؟ و نحن لأقرب الیه من حبل الورید. چی نمیگن حبل الورید؟ تو بگم من حبل الورید برات نشان میدم. حبل الورید داری؟ حبل الورید کجایت است؟ کجاست شارع گردن؟ این قانقر تاکت است. کجایت است شارع گردن؟ این شارع گردن است نه؟ این چی میگن؟ این حبل رسبانه میگه ورید. صحیح نه؟ پس الله سبحانه و تعالی برای ما و شما با چون عالم غیب است و هر لحظه ما را میبینه، قدرتمند است. پس وقتی که صدا میکنیم الله از شارع گردنم که برای ما چی هست؟ نزدیکتر است. پس حق داریم که الله بگوییم یا نداریم؟ صحیح نه؟ بفهم. خب پس الله سبحانه و تعالی برای ما از شارع گردن که نزدیک است. خب آله وقتی اگر یک کس میگه یا محمد، سعی کنید احساساتی برخورد نکنیم. المرء یقیس علی نفسه، میگه که سر خود دگار قیاس میکنه که اگر خود حضور روان میکردیم میرفت خانه
اون را میگه. از این خاطر میگه المرء، همیشه کسی که شما را بد گفت بفهمین که خودش خراب آدم است. اگه شما را خوب گفت بفهمین که چی هستن؟ خودش خوب آدم است. چون هر کس دیگران را به معاینه خود میبینه. المرء. آمدین بخیر؟ خب بشینین. تشکر. ایناله خوب فکرتانه بگیری. بسیار مهم است این مسئله که این گپا رو بسیاری کسا نمیفهمه. به خاطر اینکه در درس عقیده نشسته و کتاب و نحو هم نمیفهمه، صرف هم نمیفهمه، در زبان عربی هم نمیفهمه، از این خاطر برای چی میشه؟ خب اینا وقتی که میگیم که وقتی میگیم یا محمد، یا به این عقیده هستیم که محمد صلی الله علیه و سلم علم غیب داشت مثل الله. اینا میگیم ها؟ یا به این عقیده می باشند که میگه که اینمی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مثل بریلوی آوره، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چی هست؟ حاضر است. صحیح نه؟ پس اگر کس عقیده کنه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حاضر است، این هم عقیدهش درست است یا غلط؟ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم زنده هست، لکن شهدا زنده هستن، بل احیاء. قرآن میگه که زنده هستن. باز قرآن یک قید دیگه میکنه که عند ربهم یرزقون. در کجا رزق میخورن؟ به نزد پروردگارش. در عالم برزخ، عالمی که با عالم ما شما چی دارن؟ تفاوت داره. حالا اگر شهید زنده باشه، پس معنایش چی است که شهید اگر کس میگه شهدا زنده هستن، پسان میگه که خانم از این فوت کرده، این دروغگوی است دیگه. خانمش باز بیوه نیست دیگه. شهید اگر بگیم که زنده است، حالا مال زنده میراثش تقسیم میشه؟ ها؟ پس چرا تقسیم میکنه؟ شما عقیده دارین که زنده است. این حال اگر کس عقیده کنه که شهید زنده هست در عالم ما، این عقیده باطل است. چرا؟ به خاطر که شهدا زنده هستن عندنا یا عند ربهم. پس قرآن باید درست کلمه به کلمهش بفهمیم. عقیده داریم که شهدا زنده هستن، عقیده داریم که انبیا زنده هستن، لکن زندگیشان زندگی خاصی که الله اونا را عزت خاص داده عند ربهم. از این خاطر اینا وقتی که او ارتباطشان با عالم ما قطع است. حالا اگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با ما در این دنیا ارتباط داشته باشند، پس باز ملامت میشه. چرا نمیه رهبری جهاد جهان به دوش نمیگیره؟ پس وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این دنیا زنده باشه، پس رهبر ما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اگر وفات نکرد، از این دنیا رابطش قطع نشد، نرفت، معنای چی است که خیلی صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بنا حق ابوبکر صدیق خلیفهش تعیین کردن. از این خاطر قرآن عظیم شان برای پیغمبرا میت استعمال کرده. مات، پیغمبر مرد، او قتل یا قتل شد، لانقلبتم علی اعقابکم. از این خاطر برادرای عزیز، اینا کلمه یا را وقتی که استعمال میکنیم، کلمه یا به عقیده ارتباط گرفت یا نگرفت؟ یا این قسم عقیده داریم که میگیم الله عالم غیب است و ما میگیم یا الله، چون الله از شارع گردن به ما چی است؟ نزدیکتر است نظر به نص قرآن. پس این کلمه را بغیر از الله و کس دیگه استعمال نمیکنیم. و یا به این عقیده میشیم که نه، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و شهدا و علما هم مثل الله عالم غیب بودن، اونا با علم غیب خود گپای ما را میفهمن. و این عقیده باطل است. و یا این قسم عقیده کنیم که نه، در هر مجلس که ما شدیم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حضور داره، پس این هم مشکل اعتقادی پیدا میکنه. از این خاطر وقتی که بحث میشه سر مسائل عبادات لفظی، متوجه باشین که عبادات لفظی ارتباط مستقیم به چی داره؟ به عقیده داره. از این خاطر ما جرأت نمیکنیم، چون به این عقیده هستیم که عالم الغیب و شهاده الله است و الله هست که اقرب و نحن لاقرب الیه من حبل الورید در قرآن گفته. و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب، ما به بنده خود قریب هستم. پس الله بر ما قریب است و این نزدیک بودن الله به علم غیبش تعلق میگیره، به جلال و عظمتش تعلق میگیره،
با قدرت تواناییش تعلق میگیره. پس الله سبحانه و تعالی با علمش در هر، یعنی میگه مگه مرچی سیاه در لباس سیاه در شب سیاه، الله با علم غیب خود میشناسه و میفهمه و میدونه. از این خاطر در هر جایی که باشیم وقتی که میگیم یا الله الله، اونم تو ذات عالم غیب است که در هر جایی باشیم الله صدای ما را میشنوه و دعای ما را قبول میکنه. بغیر از الله کسی دیگه علم غیب نداره. از نگاه عقیده ما نمیگیم یا جبریل، چون جبریل پیش نبی اکرم صلی الله علیه و آله کتش میشیش، باز جبریل کتش به رسول اکرم خطاب میکنه. اما جبریل علیه السلام در هر جایی که ما بپاشیم جبرائیل با علم خود کت ما هست، جبرائیل عالم غیب نیست. و در قسمت انبیا و شهدا و صالحین میگیم بله اونا زنده هستن، لکن قرآن میگه که ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کسایی که در راه الله فوت کردن اونا را مرده نگوین. باز آیت قرآن میگه بل احیاء، بلکه زنده هستن، عند ربهم یرزقون. پس به حساب دنیای ما شهید فوت کرده، خانمش بیوه هست، طفلش یتیم است، مالش میراث است. یک روز یک کسی مرا گفت نه پیغمبر صلی الله علیه و آله محمد وفات نکرده و زنده هست و چطور؟ من گفتم خیلی در تاریخ که میگه در 63 سالگی وفات کرد، این خیلی دروغ است. خیلی نشته که حضرت محمد صلی الله علیه و 1400 و چند ساله است، نشته که نه تو نشته نمیکنه. خیلی تاریخ تغییر بده. حالا در طول تاریخ علما اجماع کردن که حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وفات کرده یا نکرده. کل شیء هالک الا وجهه. قرآن صراحتا میگه کل مخلوقات چی هستن؟ میمرن بغیر از ذات ذوالجلال. جبریل میمره، میکائیل میمره، اسرافیل میمره، پیغمبران فوت کردن مردن کلشان. ای که باز به نزد پروردگارشان زنده هستن و رزق میبینن، این کار است که قرآن برای ما تشریح. از این خاطر در مسائل اعتقادی به نص رجوع بکنین، توقیفی است. نص قرآن و نص حدیثی رو برای ما تشریح میکنه. واضح شد نه انشاءالله؟ ها؟ واضح است انشاءالله نه؟ من عملی به خاطر ازی کار کردم که مثلا اگر ما برای یک نفر است میگیم یا استاد سیف الرحمن، صحیح؟ پس استاد سیف الرحمن در مجلس ما هست، وقتی که من برش یا را استعمال میکنم هیچ مشکل اعتقادی، چون استاد سیف الرحمن زنده است، صدای مرا فعلا میشنوه و در این مجلس شیشته و درست است استعمال کن. از این خاطر صحابه کرام میگفتن یا رسول الله، و نبی اکرم صلی پیشوشان شیشته بود میگفتن یا رسول الله، ای پیغمبر خدا. به رسول الله باشه بله یا رسول الله من این سوال دارم، یا رسول الله سمی کار چطور میشه، یا رسول الله چطور میشه میگفتن. لکن آل موتو برش گفتن میدونیم که یا رسول الله گفتن نمیتونیم، به خاطر ازی که یا بر رسول الله صلی الله علیه و سلم مقام الوهیت بتیم و بگویم که اونم تو عالم غیبی که الله هست، محمد هم از صدای ما را میشنوه، برش میگیم یا رسول الله. یا به عقیده داشته باشیم نه رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین بشریت، خیر انسان ها و پیغمبر خدا و پیغمبر الله بود، لکن صفات خالقه نداشت، صفات خالقه نداشت. خب این مسئله آمد که وقت ما چی میگیم در مسائل اعتقادی مقدمه، به شکل مقدمه اینجا من براتون بیان کردم که در مسائل اعتقادی اینمی چی هسته. در جمله عبادات زبانی یکیش حمد است. چی است؟ حمد است. حمد به معنای ثنای جمیل، میگه ثنای جمیل صفات عالی و با عظمت است، در زبان عربی میگن. علمای اسلام حمد به اشکال مختلف تعریف کردن. بعضی از علما مثلا علامه ابن القیم رحمه الله چی میگه؟ میگه ان الحمد اخبار عن محاسن المحمود مع حبه و تعظیمه. میگه حمد خبر دادن است از خوبی های کسی که تو توصیف از رو میکنی به همراه محبت و تعظیم از. دیگه از علما چی میگه؟ میگه الحمد هو الثناء باللسان. حمد چی است؟ ثنا و صفت گفتن است بر زبان علی الجمیل اختیاری، به یک کار نیکی که به اختیار انسان است، نعمتن کان او غیرها. آیا حمد یک کسی رو بر نعمت میگی یا
بدون نعمت همون لحظه سر یک نعمت شکر میکنی، مثلا نان میخوری میگه الحمدلله، و یکی چه متعادی میگه الحمدلله. اینالی کلمه حمد که است فقط عقیده کلمه حمد با خود کلمه، ارتباط کلمه حمد با عقیده مسلمان ها چی است، این بسیار دقیق است. بسیاری کسا سر از این تحقیق نمیکنن، وقت خود نمیتن، از این خاطر هم تو سطحی و عالی از دل خود گفته میرن. حمد که از نگاه عقیده قبل از آمدن اسلام، خوب متوجه باشین، قبل از آمدن اسلام مثلا یک کس میخیز حمد یک کس دیگه را میگفت. یک شاعر برای یک پادشاه میخیز، برای از او در مقابلش توصیفش میکرد 1000 صفت بر ازی میداد. اگر تو نباشی اشتکای من میموره، اگر تو نباشی زمین چپه میشه، اگر تو نباشی فلان است. آیت قرآن نازل شد گفت که الحمدلله رب العالمین. الحمد سایکو اینجا سایکو در اینجا الحمدلله. اول هر حرف قرآن، هر کلمه قرآن معنای خاص خود داره که علما سرش بحث کردن. حالا وقتی که میگه الحمدو اینجا علما میگن اینجا الف لام جنسی است. چی معنی الف لام جنسی؟ ما خوالا صرف و نحو را نمیفهمیم، همین معنای جنسی رو بر ما حل کن. یعنی میگه جنس حمد که است، یعنی تمام حمد و ثنا و صفتی که بسیار عالی هست، این کلش لله. جنس حمد لله. لام چی معنی؟ میگه به معنای خاص است، که تمام حمد و ثنا و صفت خاص فقط در کی هست؟ برای الله. سیسته؟ خاص و فقط برای کی هست؟ برای الله هست. خودت بینجا مثلا ما برازی گفتم نامتون چی هست؟ ذکر الله. ما برش گفتم ذکر الله جان. ما دبای نمی کل کسایی که نمی چی هست خاص تو را دوست دارم. صحیح شد نه؟ چی شد؟ خاص تو را دوست دارم. بیا اینجا خودت چقدر وقت میشه مرا میشناسی؟ چقدر وقت؟ کم 4 سال. همین جمله رو که من برای ازی گفتم کمک خفه شدی یا نه؟ چرا خفه شدی؟ در مایک بگو. به خاطر که خاص ساخت. یعنی معنیش است که مدگاره دوست سه شد یا نه؟ پس چی شد؟ پس کلمه خاص که از معنای خاص خدا داره. کلمه خاص، پس وقتی که ما میگیم حمد مخصوص برای کی است؟ برای الله هست. از این باید چی بفهمیم که یعنی مسلمان حق نداره که زبان حمد بعد از عقیده به این آیت قرآن به کسی دیگه باز بکنه. فهمیدین؟ بفرمایید. پس مسلمان از این خاطر سابق مردم چرا حمد میگفتن؟ چرا مردم حمد یک مخلوق میگن؟ به دو دلیل. یا خود در مقابل از او پادشاه ذلیل میساخت، میامد برای پادشاه ها بسیاری وقتا اتستاد میشدن، وقتی که امپراتور میامد بازیا برای امپراتوری قسمی میکردن. ما و شما میگیم سبحان ربی العظیم، پاک است ذات با عظمت. از این خاطر ما تعظیم برای مخلوق نمیکنیم. انالیا خود ذلیل می ساختن برای یک مخلوق و عبادت معنایش ذلت است. چی است؟ ذلت است. معنای عبادت چی است؟ حالی این ذلت نیست که مثلا من میام در مقابل ذات خالق متعال پشتو بسیار با کلانکاری گپ میزنم و پشتو بچه و گپ نزن آرام باشه چطور از دستم کم کس چیز کن. لیکن وقتی که جمعه در مقابل الله وقتی که سلام میشونیم الله اکبر سبحانك و بحمدك و تبارک اسمك و تعالی جل. باز وقتی که مثلا در کنم سبحان ربی العظیم سبحان سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا
الله سبحان ربی. آره بهترین جای پیشانیم است. خدا گرفتم در مقابل کی ذلیل ساختم؟ خالق متعال خود. پس از این خاطر قرآن باز میگیم که در رکعت نماز که پروردگارا خاص بر تو عبادت میکنیم. پس اینا چرا مخلوقات حمد یک مخلوق میکردن؟ یا خود در مقابل از او ذلیل میساخت و او را خدای خود فکر میکرد و خودش چی میگفت؟ بنده. از این خاطر میگفتن خدایگان امپراتور، خدایگان جوپیتر، خدایگان فلانی، خدایگان خدایان امپراتور هم خدا میگفتن. امیال حتی در افغانستان ما یک گپ از قدر کلانای ما و شما ماندن. امیال هم یگان مردمایی که از عقیده خبر ندارن، امیال هم استعمال میکنن خانای منطقه را عبادت میکردن. از این خاطر او را میگفتن ارباب. ارباب جمع چی است؟ جمع رب است. رب خدا را میگفتن. ارباب فلانی خان میگفتن نمیگفتن؟ چون عقیده داشتن که ای خان، ای ملک، ای پادشاه، ای خدا هست. وقتی که بر از او چون را خدا میگفتن، بر از او حمد میگفتن و ثنا و صفت. اینا عقیده مسلمان است که ما بغیر از الله و کسی دیگه ثنا و صفت نمیکنیم. خیلی بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی کنیم؟ قرآن بر ما میگه که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. حالا اگر یک نفر 16 تا طول تبله را پیش روی خود مانده و تنبور مانده و مویا هم صاحب دراز ریش هم چپتراش کوماش هم که بم بم، این دیگه صاحب تمام روزی محمد تو آسمان و مه، محمد تو زمین و مه، عرش مه، محمد تو فرش مه، تو یه امی کل گپای یک 16 پولی پیش الله ارزش نداره. چی ارزش داره که یک مسلمان وقتی که میخوانه که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان صلوا علیه و سلموا تسلیما. بگوین 10 مرتبه درود بالای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم. پس ما بسیار معذرت میخوایم، عمل یک اشتباه بهش بشد، همین اشتباه ما رو بخشید که من شما رو گفتم 10. من حق نداشتم قید کنم 10 دفعه. قید کردن 10 که تو 10 دفعه درود بگو یا 20 دفعه درود بگو یا 50 دفعه سبحان الله بگو یا 100 دفعه سبحان الله بگو، این حق ما نداری. درود بگوین خلاص، خداوند عفو کنه. اینا پس با اینمی یک مرتبه که درود بگویی، از این خاطر بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفته شد که پر رسول اکرم خوشحال بود. چرا خوشحال است یا رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ گفت جبریل امین آمد پیش من و بر من گفت که بر امتت خبر بده که اگر یک امت تو یک مرتبه بالای تو درود میفرسته، الله 10 مرتبه بالایش رحمت میفرسته. چند مرتبه؟ اما اگر یک نفر از شام تا صبح تنبور در پیش شست و صاحب دم 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 میکنه، 1000 مرتبه الله و ملائکه و جبریل فرشته ها سرش لعنت خدا را نازل میکنه. به خاطر چی کار کرده؟ به خاطر که از نقشه دین برآمد. این نقشه رو بر خود یا ساختن، این بدعت میگن. 2 نقشه هست. یک نقشه دین که الله و رسولش تعیین کرده، الله تعیین کرده و رسولش تبلیغ کرده، اون نقشه دین است، این ثواب داره. و یک نقشه دیگه است که باز بعد از اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفت، باز هر کس آمده برای خود نقشه رو چی کرده؟ نقشه دینه که الان ساخته و غلط. یکی آمده پای دین صاحب کشال 6 متر ساخته و یکی میبینی 12 متر، این غلط است. از این خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کل بدعت ضلاله. هر نوآوری در دین در وسایل نه، این مثلا این نو ما ساختیم، این گمراهی نیست. بسیاری کسا گپ نمیفهمن، بسیاری کسا گپ نگفته پیغمبر صلی الله علیه و نوآوری در وسایل گمراهی است. نوآوری در کامپیوتر گمراهی نیست، چون کامپیوتر ساختن وظیفه انسان است. وظیفه کی است؟ انسان. نوآوری در کامرا گمراهی نیست. صحیح؟ نوآوری در ساختمان مسجد، تو مسجد کلان جور میکنی، 10,000 متر 20,000 متر در بالایش مدرسه جور میکنی، نقشهش جور میکنی، این نقش اندازی کار کی است؟ کار انجینیر است. پس این گمراهی نیست. خیلی کدام گمراهی است؟ میگه کل بدعت ضلاله فی الدین. هر چیزی که در دین نوردی. چرا؟ نقشه تعمیر انجینیر میسازن، نقشه دین الله ساختن. تو در کار الله دست زدی، گمراه شدی. صحیح؟ در کار الله دست نزن.
انجینیر تعمیر ساخت. سیزنه یک نفر آمد گفت والا انجینیر سمیم تعمیر تو را، او انجینیر که نقشه را ساخته بر تو معمار را میخوای، برش میگه برادر این مطابق از این نقشه شما کار کنید. حال یک نفر میگه والا سر من امی تشناب شما 2 متر گرفته بودین، باز من بود 4 متر گرفتم. چرا؟ والا دل من شد. انجینیر میگه بد کردی که دلت شد، غلط کردی، من 2 متر دیگه شه برای آشپزخانه مانده بودم، تو چرا کردی؟ این حال وقتی که در نقشه انجینیر محدود زده نمیتونیم. نقشه دین کی ترسیم کرده؟ الله. کی تبلیغ کرده؟ پس ما تو وظیفه ما چی است؟ وظیفه امی است که ما اونمون نقشه‌ای که الله و رسولش بیان کرده امور بر مردم برسانیم، یا از دل خود یک چیز دیگه را داخل کنیم. میگه اگر چیز دیگه را در این نقشه داخل کردی به این معنا میشه که یعنی دین الله ناقص بود. دین الله ناقص بود. پس این آیت قرآن که گفته الیوم اکملت لکم دینکم، این العیاذ بالله خیلی غلط است. تو آمدی را جور میکنی. دین تکمیل است، نقشه داده شده، آیات قرآن تکمیل است، احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله وظیفه خود کامل تبلیغ کرده، یک ذره هم چیز ترک نکرد و صادق بود. و قرآن توسط امین آسمان به امین زمین